در شهر گلستان به افتخار 28 سالگی وحدت ملی چوربینی تنتنوی برگزار گردید. معاون رئیس ولایت سوخت نامه شادباشی رئیس ولایت رجب احمدزاده را به سمع حاضرین رسانید. قید کرده شد که وحدت ملی عامل مهم خودشناسی، تامین امن و ثبات جامعه و رشد و پیشرفت بخش‌های مختلف خواجگی خلق مملکت به شمار می‌رود. سال روان از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی که هنوز 27 ایون سال 1997 به وقوع پیوسته است 28 سال پر می‌شود. محض با تلاش و جانبازی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور صلح و امان پایدار گردیده، امن و ثبات جامعه و یکپارچگی و متحدی خلق تاجیک تامین گردید. رئیس شهر گلستان نیز حاضرین را به روز وحدت ملی تبریک و تهنیت نموده قید کرد که روز وحدت ملی در تاریخ مملکت ما با حرف‌های زرین ثبت گردیده، آن جشن بهمایی، سرجمی، اتحاد و یگانگی محسوب می‌گردد و پیروزی فرهنگ صلح و عقل و ذکاوت ملت خردمند و صلح‌پرور تاجیک را ثابت می‌سازد. تاکید کرده شد که وحدت ملی مهمترین ارزش جامعه انسانی محسوب یافته کفالت زندگی باثبات و شایسته میباشد. ملت صاحب تمدن تاجیک بار دیگر از تجربه نادر تاریخی خیش در راه به هم آمدن بهر نجات دولت صاحب اختیار استفاده کرده یک مرحله بسیار حساس و سرنوشت‌ساز را سپری نمود. با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان ماهیتاً یک دوره معین تاریخ کشور عزیزمان را انعکاس می‌نماید. با شرافت این سند مهم و تقدیرساز کشور عزیزمان رشد و نمو یافته امروز ساکنان در فضای صلح و آسوده زندگانی می‌کنند و با پشتیبانی از سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر تحکیم پایه‌های استقلال دولتی و وحدت ملی جهد و تلاش دارند که اساس این همه دستاورد و موفقیت‌ها از همدیگر فهمی و وحدت واقعی ساکنان کشور ما گواهی می‌دهد.